بعد از تجاوز وحشیانه اعراب مسلمان به ایران، اعراب اسیران زیادی را از سرزمین پارس به مدینه نزد امیرالمؤمنینشان عمر بن خطاب خلیفه دوم مسلمین آوردند. زنان و کودکان و مردان ایرانی در قل و زنجیر در مدینه به نمایش اعراب بیابانگرد مسلمان گذاشته شده بودند. اعراب وحشی مسلمان زنان ایرانی را به کنیزی دست به دست می کردند و پسران کمسال ایرانی را به غلامی می فروختند و نام آنها را غلام بچه می گذاشتند. و تو خود بخوان از این مجمر که با آنها چه می کردند. و در نهایت مردان اسیر را هم اعدام می کردند. یکی از این اسیران هرمزان فرمانده دلیر و نجیبزاده ایرانی بود که در نبردی سخت به اسارت اعراب وحشی مسلمان تحت ولایت امیرالمؤمنین عمر بن خطاب در آمده بود. وقتی هرمزان را نزد عمر بن خطاب آوردند، عمر با چهره عصبانی بر منبر پیامبر اسلام تکیه زده بود و به هرمزان با دستهای قل و زنجیر شده نگاه میکرد. عمر رو به هرمزان کرده گفت: مسلمان شو تا در امان باشی و ستمی به تو نشود. جالب و مضحک است که مسلمانان به یک کشور تجاوز کرده و اسیر گرفتند و سپس میگویند ما به شما ستم نمی کنیم، در حالی که حضور شما در ایران ستم است. هرمزان سرش را بالا گرفت و با صدای بلند گفت: من به خدای نیاکانم وفادارم. ما ایرانیان قبل از اسلام شما یکتاپرست بودیم و خدا را می پرستیدیم. آتش نماد گرمی و زندگی برای ما ایرانیان است. من آیین تو را نمی پذیرم. سکوتی سنگین فضای مجلس را فرا گرفت. عمر که از پاسخ دندان شکن هرمزان خشمگین شده بود، دستور داد او را به سزای کیفرش برسانند. در نظر امیرالمؤمنین عمر بن خطاب کسی که خدای عمر را نپرستد باید کشته شود و دقیقاً اسلامی که عمر در جهان رواج داد با همین روش بود که اگر مسلمان نشوید یا باید پول بدهید یا کشته شوید. اسلام عمری. اما وقتی جلاد شمشیرش را آخته کرد تا هرمزان را اعدام کند، هرمزان گفت: قبل از مرگم به من کمی آب بدهید. عمر دستور داد ظرفی پر از آب برای فرمانده ایرانی بیاورند. هرمزان قبل از نوشیدن آب به عمر گفت: آیا در امانم که این آب را بنوشم؟ عمر گفت: آری، تا زمانی که این آب را نیاشامی در امانی. هرمزان با شنیدن این حرف آب را بر زمین ریخت. عمر فریاد زد: تو نیرنگ زدی. سپس به نگهبانان دستور داد که او را بکشید. نگهبانان به سمت هرمزان هجوم بردند. در همین لحظه حضرت علی که در مجلس حضور داشت برخاست و با صدای بلند فرمود: صبر کنید. سپس رو به عمر فرمود: ای عمر، تو نمیتوانی او را بکشی. تو به او امان دادی. امان تو تا زمانی که او آب را تمام نکرده پابرجاست. عمر گفت: پس با این اسیر چه کنیم؟ حضرت علی فرمود: او را به بهای عادلانه به یکی از مسلمانان بفروش. عمر با تمسخر گفت: چه کسی این اسیر نافرمان و حق باز را می‌خرد؟ علی علیه السلام فرمود: من می‌خرم.
عمر پذیرفت و هرمزان به مالکیت علی درآمد. سپس حضرت علی ظرف آب را به دست گرفت و دستش را داخل ظرف خالی برد و بعد از چند لحظه آب از داخل ظرف فوران کرد و از ظرف بیرون ریخت و سپس ظرف آب را به سمت هرمزان گرفت. هرمزان با دیدن این معجزه دگرگون شد و گفت: به خدای یکتا شهادت می دهم که محمد رسول خدا و علی ولی و وصی اوست. سپس علی او را آزاد کرد، اما هرمزان ترجیح داد که تا پایان عمر خادم مسجد پیامبر باشد. او تصمیم گرفته بود در رکاب حضرت علی خدمت کند. سالها گذشت و در یکی از روزهای خوب خدا، پیروز نهاوندی با خنجری دودم عمر بن خطاب را در مسجد با ضربات مهلکی پاره پاره کرد. پیروز نهاوندی انتقام همه ایرانیانی را که مسلمانان از ایران اهورایی به مدینه آورده بودند را از امیر المؤمنین عمر بن خطاب گرفت. عمر را نیمه جان به خانه بردند، اما عمر در آستانه مرگ بود. پسر عمر عبیدالله ابن عمر وقتی دید پدرش را یک سردار ایرانی دلاور به نام پیروز نهاوندی پاره پاره کرده است، کینه همه ایرانیان را به دل گرفت و بدون هیچ ملاحظه‌ای شمشیر به دست به سمت مسجد پیامبر هجوم برد و هرمزان را که در مسجد در حال عبادت بود را با ضربات شمشیر از پای درآورد. سپس سر او را در مسجد پیامبر از بدنش جدا کرد. مسجد النبی غرق در خون شده بود. عبیدالله پسر عمر به نزد عمر به خانه رفت تا خبر این وحشیگری خود را به پدر بدهد. عمر با شنیدن این خبر به پسرش گفت: ای نادان، هرمزان گناهی نداشت. پیروز نهاوندی با خنجر به من حمله کرد. هرمزان غلام علی بود. اکنون تو باید به این جرم قصاص شوی. بعد از مرگ عمر بن خطاب عثمان به خلافت رسید و او برخلاف وصیت عمر از قصاص پسر عمر منصرف شد. عثمان گفت: من به خاطر یک ایرانی خون یک مسلمان عرب را پایمال نمی کنم. حضرت علی با شنیدن این حرف از عثمان فرمود: اگر من خلیفه می شدم بلافاصله عبیدالله را به خاطر قتل یک بیگناه قصاص و اعدام می کردم. حضرت علی از آن روز به بعد همیشه منتظر فرصتی بود تا پسر عمر بن خطاب را به درک واصل کند. سالها بعد وقتی عثمان کشته شد، عبیدالله پسر عمر بن خطاب از ترس علی علیه السلام به شام فرار کرد و پناهنده معاویه شد. اما در جنگ صفین وقتی سپاه معاویه و حضرت علی روبروی هم ایستادند، پسر عمر بن خطاب با 2 شمشیر به سپاه حضرت علی حمله می کرد و یاران علی را می کشت. حضرت علی فرصت را غنیمت شمرد و خود به میدان آمد. امام رو به عبیدالله نموده فرمود: ای پسر عمر، آیا هرمزان را به یاد داری که چگونه خون او را ریختی؟ امروز روز حساب است. و سپس به سمت عبیدالله ابن عمر حمله کرد و با یک ضربه پسر عمر را به درک واصل کرد. و این داستانی دیگر از وقایع تلخ درونی مسلمانان بود که آتش آن دامان ایران و ایرانیان را نیز گرفت. درود و بدرود.